سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. این کلیپ هشتم استاتاست و خب این اولین کلیپیه که ما داریم تو سال 99 ضبط میکنیم. من سال 99 به همتون تبریک میگم و خب امیدوارم که زودتر از این شرایط در بیاییم، ما به حالت عادی قبل برگردیم. فقط یه چیزی قبل از اینکه من این کلیپ رو شروع کنم، من تمام این کلیپ هایی که دارم اینجا ضبط میکنم و توی سایت آپارات هم دارم آپلود میکنم، یعنی اگه خواستین از اون سایت هم میتونید برید ببینید و خب خیلی مرتب و پشت سر هم گذاشته، یعنی گفتم اگه سایتش هم فیلتر نیست و خیلی راحته. خب ما توی این کلیپ اول از همه میریم سراغ دستور ایجن. اینو بهتون معرفی میکنیم چون که خب من دستور جنریت رو بهتون توضیح دادم و معمولا بلافاصله پشت سر جنریت دستور جنریت هم باید توضیح داده بشه. خب بریم سراغ دستور ایجن. اولا که ایجن اصلا چیه؟ ایجن در واقع میشه گفت یه اکستنشنی از دستور جنریته، یعنی در واقع یه سری کاربردهایی از دستور جنریت رو میتونیم توی این کامند ایجن ما ببینیم. من بهتره که برگشتی برم با مثال براتون توضیح بدم. خب ما اول میایم از داده های خود ایجن اگزمپل، این آخرش هم یک نیستش، ایجن XMPL، از این استفاده میکنیم. این داده ها رو میخونیم بیان. خب اول ببینیم این داده ها چی هم. این داده ها اومده افراد مختلف رو گفته که خب حالا جندرشون چیه، ریسشون چیه و میزان کلسترول توی خونشون چقدره. خب من خودم نمیدونم چه میزان کلسترول تو خون، مثلا حالا این میلی گرم بر دسیلیتره، نمیدونم چه مقدارش بالاست چه مقدارش پایینه. برای اینکه بخوام اینا رو مثلا با هم دیگه مقایسه بکنم، یه راه خوبش اینه که بیام ببینم آقا هر کدومشون با میانگین چقدر اختلاف دارن و بعد بفهمم حالا مثلا بالاست یا پایینه. برای اینکه بخوام میانگین این میزان همه کلسترول رو حساب کنم، چند تا راه دارم. اگه دستور ایجن رو بلد نباشم، ازش نتونم استفاده بکنم، برای اینکه بخوام میانگینشون رو درست کنم بعد این کارو بکنم، بیام یه وریبل جدید مثلا کا اینو بسازم. در مرحله اول بگم که مساوی باشه با میزان خود کلسترول. من املاشو درست نوشتم. آره. خب بعدش بگم چی؟ بعدش هدفم چیه؟ هدف اینه که اول بیام تمام این میزانا رو با هم دیگه جمع کنم. یعنی هدف اولم اینه که اینا رو جمع کنم، تقسیم بر تعدادشون کنم دیگه. و اینکه بتونم اینا رو جمع کنم، میگم که بعدش بیا ریپلیس کن این وریبل کار رو با میزان کار در مرحله NMN های 1. شما با این توی کلیپ قبلی فکر کنم یا دوتا قبلی آشنا شدید که من وقتی میزدم جن آی مساویه با آندرلاین ان کوچیک میاد از 1 تا 100 برای من عدد میساخت. الان هم وقتی دارم میگم که بیا این مقدار کار رو با مقدار کار در مرحله قبل جایگزین کن، یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا 204 رو به جاش میاد 208 رو میذاره که عدد بالاییشه، به جای 181 204 رو میذاره اینجوری. حالا من نمیخوام این کارو بکنم، میخوام میزان مقدار قبلی رو به علاوه آی بکنه، به علاوه کلسترول کنه، ببخشید. در واقع دارم یه حالت تجمعی بهش میدم. حالا در چه موقعی اگه من همین دستور خالیه بزنم اینجا من ارور میده. یکی آقا من چون از اولین داده شروع میکنیم، یکی آقا بزن اول من کارو بسازم چون اینجوری سخت توضیح دادنش. خب اگه فقط همین دستور رو بزنم، بگم که آقا ریپلیس کن کارو با مقدار کای قبلی به علاوه کلسترول، همون اولش به من ارور میده، میگه آقا من از داده اول شروع کردم بالاش هیچ داده ای نیستش، یعنی اینجا میمونه که چیکار کنه. میخوام بگم که از داده دوم شروع بکنه.
برای همین میگم که if یعنی کوچیک مساوی نبود با 1. این هم که قبلا دیده بودیم که نشون دهنده مساوی نبوده. پس چیکار میکنه؟ میاد از داده دوم شروع میکنه. این الان ران میکنم. اگه نگاه بکنید دقیقا همون روند رو پیش رفته، یعنی اومده این دوتا رو با هم دیگه جمع کرده، بعد اینو به علاوه این کرده، در واقع برای 593 اومده 412 رو به علاوه 181 کرده و همینجوری الی آخر. عدد آخر یعنی این هستش مجموعشون. و خب حالا بعد بیام میانگینشون رو بسازم. میگم جن اوریج مساوی باشه با کا در مرحله 400 میتونم بنویسم 400، میتونم بنویسم آندرلاین ان بزرگ. این یعنی آخرین مشاهده. تقسیم بر دوباره آندرلاین ان بزرگ. با این چی کار میکنه؟ میاد عدد آخر رو تقسیم بر 400 میکنه. و خب حالا اگه من اینو ران بکنم، اومد اینجا برای من اوریج ساخت که اوریجش هست اینقدر. و خب حالا میتونم اینا رو مقایسه کنم که آقا مثلا اینکه کلسترولش هست 208 بالاتر از میانگینه، براش خطرناکه با این جور چیزا. خب این موقعی بودش که من دستور ایجن بلد نبودم، اما حالا که دستور ایجن بلدم در واقع میتونم از یه راه راحت تری استفاده بکنم. بیام بگم که ایجن حالا یه اوریج دیگه AVVG مثلا این مساوی باشه با مین کلسترول. که میبینین همون عدد به من داده. یعنی به جای اینکه اون کدا رو بزنم، اگه از دستور ایجن استفاده بکنم خیلی راحت تر میتونم میانگینشون رو به دست بیارم. حالا با این دستور ایجن فقط میانگین نمیتونم، فقط کاربردش برای میانگین نیست، برای خیلی چیزای دیگه هم هستش. بعد فراموش نکنید که از هلپ ایجن هم حتما استفاده بکنید و مثال های اینجا هم حتما ببینید که ببینید کلا از چه چیزایی میتونید استفاده بکنید و مثالش هم مثالای خوبی هستند. مثالش هم حتما برای خودتون حل بکنید. توی کلیپ بعدی ما راجع به پروژه‌ای که داشتید به توضیح میدیم و با دستور رگ و اینا آشنا میشیم.